ابتدا اول به نام آن خدا تا کشایم من زبان بحر کلام. السلام علیکم هموطنان، همزبانان و دوستان ارجمند و گرامی. الها هر کجای باشد الله مهربان نگهبانتان باشد، حفظتان کند. یادآور میشم که امروز 26 سپتامبر سال 2024 می باشد، یعنی ماه سپتامبر هم به آخر می رسد. ما و شما که در فصل تیر ماه قرار داریم، فصلی که فصل خزانریز البته، و این فصل های سال عزیزان دل، دوستان مهربان، بار دیگر به ما و شما هشدار می دهد که عمر ما و شما نیز به مانند فصل های سال گاه بهار دارد، گرما دارد، سرما دارد. چنان گفتیم عمرمان اگر باقی باشد خزانش فرا می رسد. خزان عمر انسان البته این ایام پیری است. الان که جوان هستیم، قدرت و توانایی داریم، ما و شما را می سزد که از هر لحظه عمرمان پیش از همه شکرگزار از خداوند بزرگ و مهربان باشیم و عملهای خیر و سخاوت و نیکی من را زیاد کنیم تا که در پیری، در آخر عمر پشیمان نشویم از عمر گذشته خویش. البته چنانه که بزرگانمان گذشته ما و شما کارهای خیر و سخاوت کردند، نیکی کردند، وطنمان را آباد کردند، زادگاهمان را آباد کردند و به ما و شما همچون میراث گذاشتند و امروز ما و شما دعای نیک در حقشان میکنیم و از نامشان به نیکی یاد میاریم. دانیم که ما و شما نیز امروز اگر کار نیک و خیر و سخاوت کنیم، آینده جدید ما، فرزندان و نبیرگان ما و شما، ابیره های ما و شما نیز ما و شما را به نیکی یاد میارند و در حقمان دعای خیر و سخاوت میکنند. البته همین است، دنیا آمدن و رفتن است. ببینید که با کلان های ما و شما آمدند رفتند، ما و شما نیز آمدیم و میرویم و نسل جدید ما و شما هم میآیند و میروند. این دنیا همین گونه است، میرود و به کسی باقی نمیماند. عزیزان دل، به همین مضمون شاعر، دانشمند، فیلسوف بزرگمان، فیلسوف فارس و تاجیک بزرگمان عمر خیام بسیار زیبا فرموده که آنان که کهن بودند آنان که نوند، آنان که کهن بودند آنان که نوند، هر یک پی یک یکایک بشوند. این ملک جهان و کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. ببینید که دنیا گذران است، رونده است. پس در این عمر روان که همچون دریای روان در گذر است، ما باید پیش از همه به قدر همدیگر برسیم، به قدر عمر قیمت خویش برسیم و با محبت زندگی کنیم و همدیگر را دوست داریم، کارهای نیکمان را باز هم زیاد بنماییم. دوستان عزیز، در آخر به هر یک شما از درگاه الله پاک و بزرگ و مهربان عمر با برکات، سلامتی بر دوام، بخت و سعادت و تمام خوشی های زندگی را آرزومندم. همیشه سربلند و خانه آباد باشید و شبکه ما را پیگیری کنید، دستگیری کنید، آبونه شوید و حتما فکر و اندیشه های خود را زیر این نوار نوشته کنید، ثبت کنید. خدا حافظ و نگهبان ما و شما باشد عزیزان دل.